دین برای عرب هاست نه ترکمن. از بچگی ما را به زور مسلمان کردن، به زور تو گوش ما اذان کشیدن، به زور یادمون دادن مسلمان ماشیم. با عقل خودمون انتخاب نکردیم، بلکه زور و اجبار بوده، جبری بوده. یه شبهه تقریبا قدیمی. در جواب دوستمون باید بگیم اولا چیزی که شما از آن سخن میگویید تأثیر نام داره، نه جبر. یعنی شما طبق تأثیر جغرافیا مسلمان شده اید، نه جبر. ولی همین الان که شما منتقد اسلام هستید و هیچ التزامی به آن ندارید، یعنی هیچ زور اجباری نبوده. ثانیاً قرار نیست هر آن چیزی که بر ما تحمیل شده نادرست باشه. ثالثاً اگر زور و اجبار پدر و مادرمون بوده، به زور ما مسلمان شده ایم، چرا الان در غرب، اروپا، آمریکا آزادانه دارن روز به روز دارن به تعداد مسلمان افزوده میشن؟ حتی دانشمندا، پروفسورا چقدر تعدادشون روز به روز داره زیاد میشه.